داستان گلپری قسمت 3. من بیشتر کمک احوال عمه صفیه بودم. اونها وضعشون از ما بهتر بود و در عوض کمک کردن بهش آردی، پولی، چیزی میگرفتم. 4-5 ماهی گذشت که صفدر یه جشن کوچیک و جمع و جور گرفت و دست گلپری رو گرفت و رفت سر خونه زندگیش. 3 چادر با ما فاصله داشتن و هر روز کنار هم بودیم و همو میدیدیم. خدا رو شکر چون گلپری دختر زرنگ و جمع کنی بود، روز به روز وضعشون بهتر می شد و در کنارش دست ما رو هم می گرفتن. یه روزی که با ننه جلوی چادرمون نشسته بودیم، عمه صفیه با حول و ولا وارد حیاط خونمون شد و رو به ننه گفت: زهرا چرا نشستی؟ بدبخت شدم، آبرومون رفت. نرسیده به ما روی زمین نشست و با دست تو سر و صورت خودش میزد. ننه با حول و هراس به طرفش رفت و دستشو گرفت و گفت: چی شده؟ کسی طوریش شده؟ عمه همینطور که خودشو تکون میداد گفت: کاش کسی طوریش شده بود. ممنون میشم که نظرتونو در مورد این ویدیو برام تو کامنت ها بنویسین و اگه مشکلی در مورد تولید محتوا هست حتما تو کامنت ها بهم بگین. عمه صفیه به ننه نگاه کرد و گفت: یعنی تو بیخبری؟ آره؟ ننه بیچاره با تعجب گفت: آره والا، جون خودت بگو چی شده؟ عمه نفسی گرفت و گفت: خواهرت، زن برادر بیچارم هاشم. دوباره گریه سر داد که ننه بازوشو گرفت و گفت: جون بکن زن، چی شده خب؟ چی میخواستی بشه؟ خواهرت برادر بدبختم و فرستاد سینه قبرستون، الانم با 3 بچه رفته شوهر کرده، بچه ها رو ول کرده به امان خدا. آخه زن بگو انصاف کجاست؟ محمود و عذرا هنوز زبونشونم باز نشده، شیر میخورن، چطور دلت اومد همچین کاری کنی؟ ننه که انگار خشکش زده باشه بعد از چند دقیقه به حرف اومد و گفت: بی خبرم به جون دخترام، ولی حتما از نداری و بدبختی رفته عروس شده. آخه کدوم مادری دلش میاد بچه هاش اذیت بشن؟ الان بچه هاش کجان؟ دختر بزرگش که عقد کرده، چند روز دیگه میره خونه شوهرش. اون 2 بچه کوچیکش هم دیروز عصر آورده گذاشته خونه منو رفته. آخه من که نمیرسم یه لقمه نون بخورم، چطوری یه بچه 1 سال و نیم و 2 سال و نیم بزرگ کنم؟ باید یه فکری کنیم، اینجوری نمیشه. نمیدونم چرا از همون لحظه حس بدی به هم دست داد و ناخودآگاه به عقب رفتم و داخل چادر شدم. شاید همون روز خدا به دلم وحی انداخت که آره گلپری بیچاره، تو قراره تاوان زندگی بقیه رو بدی و تو پیشونیت سیاهه، سیاه. ننه هاج و واج مونده بود چی بگه. درسته که ازدواج مجدد امر غیر عادی نبود، ولی شرایط داشتیم تا شرایط. آخه وقتی که 2 بچه شیره به شیره کوچیک داری، شوهر میکنی چی کار کنی؟ عمه صفیه که خودش تو کار خودش مونده بود نمیدونست چی کار کنه. هرچی عمه صفیه گفت بیا بریم خونه ما کمک دستم، گفتم سرم درد میکنه و نرفتم. نمیدونم، اما حس خوبی نداشتم. همون روزها عروسی ملکه دختر بزرگه عمو هاشمو گرفتن و با 2 خنزر پنزر کهنه که از اسباب و اساسیه عمه ها جا مونده بود همراهش کردن. تفلک ملکه، نه پدری و نه مادر درستی. هرچند که بازم ننش رو سرش کل میکشید و کلی خوشحال بود، ولی من یکی گول مهربونیای ظاهریشو نمیتونستم بخورم. عروسو که به هجله بردن، هاجر که مادر ملکه بود چادرشو محکم زیر گلوش بست و گفت: من برم دیگه، شوهرم ناراحت میشه بیشتر از این بمونم. مواظب بچه هم باشین، خدا نگهدار.
به همین راحتی دل کند و رفت و 2 بچه کوچیکشو واسه عمه و بقیه گذاشت. محمود و عذرا گریه می‌کردن و خوابشون نمی‌برد. طرفشون رفتم و محمود و بغل گرفتم و دور تا دور چادر چرخوندم که خیلی زود خوابش برد. عذرا هم خیلی گریه کرده بود. بیحال شده بود و بعد از مدتی خودش به خواب رفت. از بس خسته بودم داخل چادر عمه کنار بچه ها به خواب رفتم که بعد از مدتی صدای پچ‌پچی نظرم رو جلب کرد. آهسته لای پلکامو باز کردم و نگاهی به اطراف انداختم. عمه و مراد قلی و ننه و 2-3 تای دیگه از مردهای ریش سفید ایل گوشه چادر جمع شده بودن و آهسته حرف می زدن. اول خواستم بی خیال بشم، اما با شنیدن اسمم از دهن یکی از ریش سفیدهای ایل شاخک هام تیز شدن و بهشون گوش سپردم. اون مردی که اسمش ملا حسین بود گفت: مگه نمیگین خدا بیامرز اختر وصیت کرده بود محمود و گلپری با هم ازدواج کنن؟ همه آهسته گفتن: آره، بارها گفته. ملا حسین گفت: خب با این وضعیتی که پیش اومده بهترین کار اینه که یک صیغه محرمیت بینشون بخونیم و یه چادری براشون مهیا کنیم و بذاریم 3 تایی با هم زندگی کنن. بالاخره گلپری بچه که نیست، میتونه یه خونه رو جمع و جور کنه و خودمونم هواشون رو داریم. فقط تا محمود و عذرا بزرگ میشن ازشون مراقبت کنه، بعدش هم یه عروسی براشون میگیریم و سلام. باورم نمیشد چنین تصمیم وحشتناکی رو برام بگیرن. ممنونم که با حضور گرمتون پیج من رو دنبال میکنین و نظرتون رو در مورد این داستان برام تو کامنت ها مینویسین. نگاهی به محمود و عذرا انداختم. یعنی من باید مراقب اینا باشم؟ یعنی این قوم میخوان محمودی که هنوز 2 سالشه رو به عقد من در بیارن؟ میدونی بدتر از همه سکوت حاضرین جمع بود. فقط ننه یه بار گفت: گلپری هنوز بچه است. چطور از 2 بچه مراقبت کنه؟ تا کی بچم بشینه تا شوهرش مرد بشه؟ اصلاً چجوری پول در بیاره؟ آخ ننه ساده من، یعنی درد تو فقط اینه که مرد من مرد نیست؟ برات مهم نیست که من دارم قربانی میشم؟ عمه با زیرکی گفت: چند تا تکه زمین دارم که خیلی وقت پیش خواهر خدا بیامرزم اختر به اسمم زده. من جلوی شما قبولش میکنم به نام گلپری تا مشکل حل بشه. ننه سکوت کرد و عقب نشست. انگار که بدجور حرف عمه صفیه به مذاقش خوش نشست. حالا نوبت مراد قلی بود که گفت: منم 5 تا بز بهشون میدم و تا وقتی محمود بزرگ بشه خودم تو گله حواسم بهشون هست و میبرمشون واسه چرا. مردهای دیگه هم هر یک قول انجام یک کاریو دادن. یکی گفت 10 چادر میده، یکی گفت 10 من آرد میده. خلاصه که واسه من و زندگیم برنامه ریختن و با یه صلوات مهر تایید بهش زدن. حتی شنیدم که ننه بار آخر گفت: فقط چادرشون رو کنار چادر خودم برپا کنین تا حواسم به دخترم باشه. که همشون با خنده تایید کردن. اشک‌هام بی صدا می ریختن. باورم نمیشد فردا باید محرم یه بچه 2 ساله بشم. اصلا مگه محرمیت میخواست؟ دلم نمیخواست شوهرم و خودم تر و خوش کنم. دلم میخواست مثل گلپری ازدواج کنم. بعدها از زبونش شنیدم که میگفت پنهانی دل در گروه صفدر داشته و خیلی خوشحاله که عروس خونش شده. حتی وقتی که تعریف میکرد لبهاش گل مینداخت و چشماش برق میزد. منم دلم عاشقی و شیدایی میخواست، اما به خاطر بقیه منو قربانی کردن. ننه آهسته به عمه گفت:
همه که رفتن. منم میرم خونه بخوابم. خودت صبح واسش همه چیزو بگو و آمادش کن. عمه گفت خیالت راحت، برو بخواب. بیا این سندای زمین گلپری رو ببر، پیش خودت باشم بهتره. ننه چشمی گفت و رفت. عمه به خیال این که خوابم لحافی روم انداخت و فانوس خاموش کرد و خوابید. اما من تا دمدمه های صبح خواب به چشمام نیومد. تازه خواب رفته بودم که با حرکت چیزی روی صورتم وحشت زده از خواب بیدار شدم که ناگهان چهره خندون و معصوم عذرا رو دیدم. عذرا با خنده حرفهای نامفهومی ادا می کرد و موهامو می کشید. عمه وارد چادر شد و با حالی خوش گفت به به عمه جان، می بینم که چقدرم باهات خوبه. آفرین عمه. عمه فکر می کرد متوجه نیستم که با زبون بی زبونی مقدمات حرفاشو آماده می کرد. محمود تازه بیدار شده بود. عمه دستشو گرفت و گفت تا کن بریم بیرون عمه جان. عمه همینطور که محمودو بیرون می برد گفت مراقب عذرا باش، من محمودو ببرم بیرون دستشویی کنه و بیام. ناچار سری تکون دادم و به عذرا نگاه می کردم که با خودش بازی می کرد. آهی کشیدم و بلند شدم، رخت خوابم و تا کردم و گذاشتم گوشه چادر. دست عذرا رو گرفتم و رفتم بیرون که ملا حسین رو دیدم که در حال صحبت با عمه بود. گوشه ای ایستادم تا بتونم حرفاشونو بشنوم. عمه آهانی گفت و ملا حسین ادامه داد. آره، پرسجو کردم. نمیشه سیغه بینشون بخونیم. فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که یه چادر تو حیاط خونه خودتون براشون برپا کنیم و گلپری همینجا ازشون نگهداری کنه تا حداقل محمود 8-9 سالش بشه. به امید خدا اون وقت عقدشون میکنیم و بعد از چند سال هم مراسم عروسیشونو میگیریم. تا اون موقع هم محمود مردی شده واسه خودش. بعد نگاه محمود کرد و انگار که خودشم خندش گرفته باشه خداحافظی کرد و رفت. نفس حبس شدم و بیرون دادم و خدا رو شکر کردم که فعلا از عقد خبری نیست و تا اون موقع هم خدا بزرگه. عمه چرخید به طرف خونه که متوجه من شد. چشماشو ریز کرد و گفت پس شنیدی همه رو عمه جان؟ فکر کنم دیشبم بیدار بودی و همه چیزو شنیدی. خب دیگه بهتر. دیگه لازم نیست من برات 2 ساعت توضیح بدم. همینجور که خیره خیره نگاش میکردم گفتم چرا خودت ازشون مراقبت نمی کنی؟ چرا نمیگی آمنه حواسشون بهشون باشه؟ چی کار به من دارین خب؟ عمه نگاهی بهم کرد و گفت عمه جان، خودت که خوب میدونی من 1000 تا کار دارم. چطور میتونم از این بچه ها مراقبت کنم؟ آمنه هم که به زودی عقد میکنه و میره. از اون گذشته مگه نبودی؟ نشنیدی که عمه اختر وصیت کرد تو با محمود ازدواج کنی؟ میخوای مدیونش بشی؟ میخوای روحش در عذاب بمونه؟ عمه خوب میدونست که چجوری ساکتم کنه، چون که من عمه رو خیلی دوست داشتم و عمه بارها از این آرزوی قلبیش به هم گفته بود. عذاب وجدان گرفتم و لالمونی گرفتم که کاش نگرفته بودم. کاش تسلیم خواسته تحمیلی دیگران به خودم نمی شدم. چیزی نگفتم و به خونه رفتم. ننه بروم نیاورد و 1-2 روز گذاشت تا با خودم کنار بیام. آخر سر دلش طاقت نیاورد و کنارم نشست و گفت مادر جان، 2-3 روزه که تو فکری. میدونم عمه بهت همه چی رو گفته. دخترم، فکر آینده رو نکن. فکر خدا و اون 2 تا بچه کوچیک باش. میدونی که عمت خیلی سرش شلوغه. اصلا نمیتونه به بچه ها برسه. اونا هم که یتیمن. تو اگه مراقبشون باشی
علاوه بر این که فکر و ذکر همه آروم میشه، رضایت خدا رو هم داری. بعدشم عقد که نمی کنی مادر، کنار خودمونی، فقط تا شب مراقب بچه ها هستی. اصلا دلت نخواست شبم میای پیش خودم، عمه مراقب بچه ها هست. نظرت چیه مادر؟ با بغض گفتم باشه ننه، من حرفی ندارم. ننه فرق سرمو بوسید و همون لحظه بغچه‌ای برام پیچید و دستمو گرفت و به خونه عمه برد. انگار که از خداش بود برم. حتی یه سیاه چادر 3x4 هم چسبیده به چادر عمه برام برپا کرده بودن و داخلش یه گلیم و 2-3 دست رخت خواب گذاشته بودن. عذرا و محمود با دیدن من دور و برمو گرفتن. دلم براشون تنگ شده بود. برای همین نموندم کنار عمه و ننه، رفتم و با بچه ها بازی کردم. روزهای اول بعد اینکه شام می‌خوردم به خونه خودمون می‌رفتم. اما بعد از چند روز عذرا و محمود که به هم وابسته بودن گریه و زاری می‌کردن و به خواب نمی‌رفتن. حتی عذرا گوشه لباسم و محکم می‌گرفت که یه وقت فرار نکنم. برای همینم دیگه قید رفتن و زدم و شبانه روز تو همون چادر کوچیک میموندم. گاهی دست بچه ها رو میگرفتم و به دیدن ننه و گلپری میرفتم. باید لباس هاشون رو به رود میبردم و میشستم و حمومشون میکردم. وقتی محمود رو بغل میگرفتم زنهای بزرگ هر هر به هم میخندیدن که آره ببین چطور شوهرش رو بغل گرفته. اونا میخندیدن و خوش بودن. بچه ها هم که عقلی واسه درک موضوع نداشتن. این فقط من بودم که تو خودم بارها میشکستم و غرورم له میشد. 7 سال بعد عذرا دامن بلند پیراهنشو به دست گرفت و سراسیمه به طرفم اومد. جانم گلپری، میدونی که امروز خیلی کار داریم ها. تو رو به خدا یه امروز سر به هوایی و بذار کنار و حواستو جمع کن باشه. نبینم دوباره با فاتی پاشی بری سر رود. مهمون داریم ها، نمیتونم هی دنبالت بگردم. عذرا سری تکون داد و گفت چشم، خیالت راحت. تند و تیز از جلوی چشمم ناپدید شد. قطره اشکی از گوشه چشمم چکید و با پشت دستم پاکش کردم. اگه اجازه می دادم تا خود صبح باید اشک می ریختم. نیشگونی از گونم گرفتم تا جلوی ریزش اشکامو بگیرم که عجیب تاثیرگذار بود. ننه سرکی به داخل چادر کشید و به منی که هنوز گوشه چادر قنبرک زده بودم گفت تو که هنوز نشستی مادر، کاسه چه کنم دستت گرفتی. پاشو بیا، ملا پیره، حوصله نداره ها، الان پا میشه میره. لرزش چونم دست خودم نبود. دوست داشتم داد بزنم بگم نمیام. دلم نمیخواست با یه پسر بچه 8 ساله محرم بشم. اونم کسی که خودم بزرگش کردم. هنوز با خودم درگیر بودم که گلپری با شکم جلو اومده سرکی به داخل کشید و رو به ننه گفت ننه جان، هرمز خان اومده میگه زود بگین گلپری بیاد تا همینجا هستم شاهد عقدشون باشم. مرتی که نکبت، بگو کجا اومدی آخه؟ ننه محکم روی لپش زد و گفت هیس دختر، زبون به دهن بگیر، سر هممون آخر به باد میدی ها. این از تو، اینم از این دختر که تازه ناز و غمزه هاش یادش اومده. گلپری پشت چشمی نازک کرد و به داخل اومد. دست منو گرفت و گفت یالا بجنب خواهر، ناز و کرشمه فایده نداره ها، این آشو خیلی وقت برات پختن. زیاد روم نشد نگاه به اطراف کنم تا ببینم چه کسایی اومدن. بعدشم اونقدر بیزار بودم که حوصله‌شم نداشتم.
همگی منتظر چشم دوخته بودند به لب ملا. حتی هاجر مادر محمود هم کنار عمه صفیه نشسته بود. انگار نه انگار که بچه‌ای داشته و مثلا پسرش داره داماد میشه. محمود سر به زیر نشسته بود و به گلهای قالی نگاه میکرد. فکر کنم اصلا تو این وادیا نبود و از سر تکلیف نشسته بود. بالاخره سیغه جاری شد و من شدم زن محمود. دختری 14 ساله که هنوز تازه اندام و چهرم در حال کامل شدن بود و دامادی که هنوز دست راست و چپشو از هم تشخیص نمیداد. بعد از اینکه آخرین تکه لباسو شستم و توی تشت گذاشتم، چند ثانیه خیره انعکاس تصویرم تو آب شدم. دختری حدود 14 ساله، سفید رو و قد بلند که تو نگاه اول بیشتر از سنم بهم میخورد. آهی کشیدم و به عذرا که نگاهم میکرد گفتم بریم دیگه، عمه نگران میشه. تو مسیر آمنه دختر عمه صفیه رو دیدم که بچه دومش حامله بود و با شوهرش به طرف خونه میرفتن. خوش به حالش. همیشه از خوشبختیش داستانها برام می سرود و باعث می شد آه بکشم و از آینده ناامید بشم. محمود مثل عادت هر شب کنارم دراز کشید و گفت گل پری؟ بله. من نفهمیدم. تو الان زنمی؟ خندیدم و به طرفش چرخیدم و گفتم والا چی بگم؟ بله، امری باشه. خودش خندش گرفت و گفت ولی من فکر میکردم آدم بزرگا داماد میشن. نوک دماغشو فشار دادم و گفتم نگران نباش، تو هم بزرگ میشی. محمود همینجور که لحاف رو روی خودش میکشید گفت ولی من تو رو ننه خودم میدونم تا زنم. آخه تو خیلی خوبی. سری تکون دادم و لحاف رو روی سرم کشیدم. خدایا این دیگه چه جورشه؟ عمه این چه آشی بود که برام پختی آخه؟ خلاصه ستایی در کنار هم زندگی می کردیم تا حدود 7 سال دیگه. حالا من 21 سالم بود و محمود 15 ساله. زمزمه ها بلند شد که آره باید برن سر خونه و زندگیشون و عروسیشون رو بگیریم. خلاصه ستایی در کنار هم زندگی می کردیم و حدود 7 سال دیگه گذشت. حالا من 21 سالم بود و محمود 15 ساله. زمزمه ها بلند شد که آره باید برن سر زندگی خودشون و عروسیشون رو بگیریم. اسرا رفته بود سر رود و منم قالی بافی می کردم که محمود از بیرون اومد و وارد حیاط شد. سلام، مگه چوپون نبودی؟ اینجا چی کار میکنی؟ محمود تازه پشت لبش سبز شده بود. سفید رو و چشم و ابرو مشکی بود و هیکلش بیشتر از 15 سال به چشم می اومد. از کوزه آب برداشت و صورتشو شست و کنارم نشست. از وقتی که بزرگ شده بود دیگه حد و فاصله مشخص رو رعایت می کردم. درسته که محرمم بود اما واسه من آر بود و ننگ. محمود هی دل می کرد حرفش رو بگه اما نمی تونست. صورتش سرخ شده بود و سرش رو پایین انداخته بود. زیر چشمی نگاهش کردم اما به روی خودم نیاوردم تا ببینم چی میخواد بگه. بالاخره به حرف اومد و گفت گل پری؟ ها بگو. شنیدم که همه دارن در مورد من و تو حرف میزنن. میگن باید عروسی بگیریم. نظرت چیه؟ والا چی بگم من به خدا. زمانی که باید نظر میپرسیدن نپرسیدن خرج چند من. الان دیگه چه فرقی میکنه؟ دوماً این تویی که باید راضی باشی نه من. چون این منم که سنم بالاست و از تو بزرگترم. تو میتونی دوباره عاشق بشی. چه میدونم میتونی با همسن و سالای خودت ازدواج کنی. نه من پیر دختر. من اون موقع بچه بودم. قدرت این که بخوام از خودم دفاع کنم و نداشتم.
ولی الان کافیه فقط بگی نمیخوای منو، دیگه بقیهشو بسپار به من. محمود دستم و ناگهانی گرفت و سرخ شدم و با خجالت خواستم دستم و از میون دستاش در بیارم که محکم‌تر گرفتشون. دستم و به صورتش نزدیک کرد و بوسید و گفت گلپری، این دستها رو بوسیدم نه به خاطر هوس و دل خودم، بلکه بوسیدم تا تشکر کنم ازت که این همه سال از من و عذرا مثل یه مادر مراقبت کردی، حتی بیشتر از مادر، چون مادرم که ما رو تنها گذاشت و رفت، اما تو نه، با دل و جون بزرگمون کردی، در صورتی که هنوز خودت بچه بودی. هر چقدر تشکر کنم و دست و پاتو ببوسم بازم کمه. فقط اینو بدون من حاضرم به خاطر تو از جونم بگذرم، چون واقعا دوستت دارم و بهتر از تو گیرم نمیاد. میون گریه هام لبخندی زدم که چشمان محمود برق زد. باورم نمیشد اینی که اینجوری واسه من سخنرانی کرد محموده. محمودی که من بزرگش کردم. خودم رو جمع و جور کردم و رو به چشمان مشتاق محمود گفتم هیچ میدونی که اگه عروسی کنیم تموم جیره و مواجبی که از این طرف و اون طرف گیرمون میومد قطع میشه؟ میدونی که ممکنه از گرسنگی بمیریم؟ با همه اینا هنوز میخوای مرد من باشی؟ این مسئولیت سنگین رو میپذیری؟ ساعت هنوز نگذشته بود که ننه و عمه صفیه به چادرمون اومدن و تا منو دیدن لبخندی زدن و کل بلندی روی سرم کشیدن. عمه صفیه و ننه در حال برنامه ریختن واسه عروسی بودن که هاجر مادر محمود از راه رسید. چارقدشو پشت سرش گره زده بود و گوشه دامن کلوششو به دست گرفته بود و با تکبر رو به ننه و عمه گفت همچین کل کشیدی که انگار دختر 14 ساله داره عروس میشه. یه پیر دختر که این حرفا رو نداره. ننه که با حرفهای خواهرش حسابی ناراحت شده بود توفی زمین انداخت و گفت همین دختر ترشیده اگه نبود تو هم نمیتونستی زن قنبر بشی. این مادر مرده جور طوله های تو رو کشید، وگرنه یک کور و شلی میومد بگیردش. الانم دست دخترم رو میگیرم و میبرم پیش خودم. بسته دیگه حمالی کردن واسه بچه های تو. هاجر که دید ننه بد جور بهش برخورده فوری دست و پاشو گم کرد و گفت ای بابا چه زود بهت برمیخوره زهرا جان. من میگم زشت، خب خیلی سر و صدا نکنین. بالاخره اینا چند سال کنار همن. از کجا معلوم کار دست هم نداده باشن؟ بی سر و صدا بفرستیمشون خونه خودشون، قال قضیه هم کنده بشه. عمه صفیه جلوتر اومد و محکم تخت سینه هاجر کوبید و گفت حرف دهنتو بفهم و اون چاک دهنتو ببند. والا بد عصبی میشم ها. مگه بی سر و صاحبه که قال قضیه رو بکنیم؟ این همه سال بچه ها تو تر و خوش کرد که الان اینجوری مزدشو بدی؟ مرحبا بهت خاله مهربون. هاجر که رنگ و روش پریده بود گفت اصلا من میرم، خودتون هر کاری میخوایم بکنین. عقب گرد کرد و رفت. ننه لبخندی زد و گفت خوب حالش رو گرفتیم. 2 روز دیگه که عروسی گرفتین میرین تو ایل اینا. اون وقت اگه زبون نداشته باشی درسته قورتت میدن. حواست باشه ننه. بغض کرده سری تکون دادم که عمه صفیه بغلم کرد و گفت ناراحت نباشی عمه جان، تو انسان بزرگی هستی و قلب مهربونی هم داری. مطمئن باش که خدا همیشه حواسش بهت هست. بعد با خنده منو از خودش جدا کرد و گفت
بریم خونه من عمه جان. آخه زریو خبر کردم که بیاد سر و صورت تو رو یه صفایی بده. فردا صبح هم که میخوایم بریم حموم، چون روز بعدش حنابندونته ها. یالا بریم که 1000 تا کار نکرده داریم. با هر بندی که زری به صورتم میزد جگرم میسوخت و اشکم سرازیر میشد که گلپری خندش میگرفت و میگفت ای بابا چه عروس نازک نارنجی داریم ما. با خنده و گریه من مراسم بنداندازی تموم شد. تو تکه آینه‌ای که به دستم دادن صورت قرمز شدم و برانداز کردم. چون ابروهای پرپشتی داشتم خیلی کمونی و قشنگ در اومده بودن و صورتم از این رو به اون رو شده بود. طوری که همه از دیدن چهرم به وجد اومده بودن و تازه عمه می گفت هنوز بذار عمه جان قرمزی صورتت بره، بعد ببین چقدر خوشگل شدی. یک کم که تو چادر خلوت شد بیرون رفتم و همون لحظه با محمود چشم تو چشم شدم. محمود با دیدنم همینجور مات من شده بود و پلک نمیزد. لبم به خنده باز شد و فوری دسته چادر رو انداختم و به داخل چادر برگشتم. ننه و عمه گفته بودن تا بعد از عروسی به خونه خودم نرم. با اینکه این یه مراسم فرمالیته و دهن پرکن بود، ولی من از لحظه به لحظهش استفاده می کردم. چون همیشه دلم میخواست مثل باقی دخترها عروس بشم و طبق رسومات همه چیز واسم اجرا بشه. مثل اینکه خدا صدام رو شنیده بود و داشت با حوصله برام اجراشون میکرد. ننه همینجور که کاسه آب رو روی سرم میریخت گفت حالا که داری عروس میشی مادر، منم باید یه سری چیزها رو برات توضیح بدم. خوب گوش بده. از چیزهایی که میشنیدم خیلی تعجب نکردم. به هر حال بچه نبودم و چشم و گوشم باز شده بود. ننه که دید ساکتم و چیزی نمیگم محکم میون 2 کتفم زد و گفت ور پریده، چرا ساکتی؟ ها؟ خجالت زده گفتم نه به خدا مامان جان، خب چی بگم، روم نمیشه دیگه. ننه که صداقت رو از چشمام دید خیالش راحت شد. نمیدونستم حموم عروسی اینقدر مفصله. سبک شده بودم و رنگ و روم باز شده بود. یه لباس نسبتاً نو که از عروسی عمه بود به تنم کردن و هاجرم یه چارقد سفید ابریشمی بهم داد که سرم کنم. کمی سرخاب و سفیداب بهم مالیدن و موهامو که تا پایین گودی کمرم میرسیدن شونه کردن و به 2 گیس بافته پشت سرم رها کردن. ننه و عمه با حوصله انتهای هر گیس مو 2-3 تا سکه وصل کردن تا هم شگون داشته باشه و هم جیرینگ جیرینگ موقع راه رفتنم به هم بخورن. با همین چیزهای ساده چنان تغییر کرده بودم که خودمم خودمو نمیشناختم. دخترهای مجرد با شوق نگام میکردن و در دل آرزوی عروس شدن میکردن. از نگاه و پچ هاشون هم احساس خوبی داشتم هم احساس بد. صدای جیغ و نوای خوش همه جا پیچیده بود. گروهی از زنان ایل با هم پش می‌کردن و به من و محمود اشاره می‌کردن و از خنده پنهانی سرخ می‌شدن. گروهی دیگه هم با دیده غم و دلسوزی به هم نگاه می‌کردن. صدای یکیشون رو شنیدم که به کناریش میگفت تفلک گلپری، بمیرم براش. آخه چه سرنوشتی بود خدا به این تفلک داد. چرا فکر می‌کردم مراسم عروسی حالمو خوب می‌کنه؟ چرا؟ فکر می‌کردم با دیدن خودم تو لباس عروس که یه پیراهن کلوش سفید رنگ از عمه است خوشبخت‌ترین دختر دنیا میشم. نگاهم رو به محمود دادم که روی دوش یکی از مردهای ایل وسط حیاط در حال رقص بود. یعنی این پسرک 15 ساله مرد و حامی من میشد؟ جشن عروسی ما بالاخره تموم شد. عمه و عموهای ناتنیم روی همدیگه یه شتر بهم کادو دادن و نصف کیسه آرد.
خاله هام چند کیلو لوبیا و عدس و بزرگ ایل هم چند تا تیرک واسه علم کردن چادر بهمون داد. چادر قبلی رو به عذرا دادن و یه بزرگترش رو به من و محمود دادن. قرار شد بعد از 3-4 روز کوچ کنیم و به ایل هاجر که ننه محمود بود بریم. همه که عزم رفتن کردن کم کم وقت هجله رفتن ما شد و عذرا هم همراه ما شد که عمه صفیه از پشت لباسشو گرفت و گفت کجا میری دختر؟ بهمون کمکم، خونه رو باید جمع جور کنیم. طفلک عذرا تازه 2000ش جا افتاد و بدو به داخل چادر برگشت. روی لحاف پهن شده وسط چادر نشستم و شرمگین به گلهای تشک خیره شدم. محمود با سرخوشی خندید و گفت باورم نمیشه که تو اینجوری از من خجالت بکشی. چیزی نگفتم و به زدن یه لبخند ساده اکتفا کردم. حس غیر قابل وصفی داشتم. هم استرس و اضطراب، هم خجالت و حیا. باران بوسه های بی امان محمود شدم و چشمامو بستم و خودمو بهش سپردم. هوا روشن شده بود که بیدار شدم و دور و برمو جمع جور کردم. محمود غلطی زد و گفت حداقل یه امروزو بخواب و به خودت استرس راه نده. مهربون نگاش کردم و گفتم خوبم من که الان. ننه و عمه میان، خب زشته که زیر لحاف باشم. محمود گفت وا برا چی زشته؟ خجالت زده اشاره‌ای به دستمال گوشه لحاف کردم و گفتم رسم و رسوم و یادت رفته؟ محمود گفت باشه پس من میرم، بمونم بگم چی؟ حداقل صبحونتو بخور بعد برو. محمود تند و فرز پیراهنشو پوشید و روی زانو به طرفم اومد و پیشونیمو بوسید و گفت همین دورو برم، وقتی که رفتن میام صبحانه میخورم، نگران نباش خانم. با دست هلش دادم و گفتم خیلی خوب پس برو تا نیومدن. محمود خندید و رفت. پشت سر محمود ننه و عمه با یه مجمع کوچیکی که حاوی ناشتایی ما بود بعد از اجازه گرفتن وارد چادر شدن. ننه خیلی زود دستمالو دید و یه کل بلند کشید و صورتمو بوسید و گفت رو سفیدم کردی ننه، شیرم حلالت. عمه صفیه با خنده گفت خدای من الان سر و کله هاجرم پیدا میشه. من که همینجا میمونم تا همین دستمالو بزنم تو صورتش تا زبونش واسه همیشه از سرت کوتاه بشه. هنوز در حال گپ زدن با عمه و ننه بودم که هاجر یالله یالله کنان وارد چادر شد و با دیدن ننه و عمه کمی جا خورد. اما با خوشرویی مجمع کوچیکی که به همراه داشت و زمین گذاشت و گفت خوبی عروس؟ واسه صبحونه آوردم تا بنیت قوی بشه. انشاءالله که به سلامتی و خوشی در کنار شیر پسرم زندگی کنی. هرچند که بخت و اقبالت بلنده که محمود شوهرته. سلام، دست شما درد نکنه. سرت درد نکنه. عمه پشت چشمی نازک کرد و گفت یکم واسه ناشتا آوردن عروس و داماد دیر کردی جانم. هاجر کم نیاورد و گفت خونمون فاصلش تا اینجا زیاده، خب برای همین دیر شد. چشمش به دستمال که افتاد لبخندی زد و دیگه چیزی نگفت. عمه هم عمدن نشونش داد تا واسه همیشه این موضوع تموم بشه. 4 روز به سرعت برق و باد گذشتن. 4 روزی که در کنار محمود و نوازشهاش بهترین روزهای عمرم بودن. حالا باید به همراه ایل هاجر و شوهرش از ننه و عمه فاصله می گرفتیم. تو بغل ننه زار می زدم و از دلتنگی صورتشو غرق بوسه کردم. به آرومی به ننه گفتم
میخوای چی کار کنی ننه؟ تنها تو این چادر میترسی که؟ ننه دستمو فشرد و رو به گلپری که کنارمون ایستاده بود گفت قرار شده برم پیش گلپری زندگی کنم. تو حیاط خونشون چادرم و علم میکنم تا هم مزاحم اونها نشم و همین که خودم از تنهایی در بیام. گلپری ننه رو تو آغوشش فشرد و گفت قربون اون گیسهای مردکشت برم من ننه. خودم دربست نوکرتم. اصلا تا چند وقت دیگه شوهرت میدم. چی کار داری تو؟ خواهری خیالت راحت باشه. ننه جاش خوبه. میون گریه هام لبخندی زدم و نگاهمو به ننه دادم که گلپری رو دعوا میکرد. ای بی حیا، خجالت بکش. اینا چیه به خواهرت میگی؟ وا ننه خیلی هم دلت بخواد. عمه صفیه به طرفم اومد و همینطور که بغلم میگرفت گفت اینها رو ول کن عمه جان. مراقب خودت خیلی باش ها. اونجا همه غریبن. مواظب باش خیلی باهاشون دمخور نشی. باشه عمه؟ نگران گفتم یعنی چی باهاشون دمخور نشم عمه؟ ازشون چیزی دیدی؟ عمه لبخند اطمینان بخشی به روم پاشید و گفت نه عمه جان، چقدر تو نگرانی. کلی گفتم. تازه دخترم آمنه هم همونجاست، تو همون ایلی که میخواین برین. پس نگران نباش و فکر بی خودی هم نکن. کلی سفارش کردم. تو دختر قوی و خودساخته‌ای هستی، اما بازم اگه دیدی جایی کم آوردی و یا ما میتونیم کمکت کنیم حتما بیا پیش خودمون. پاهام همراه ایل و کوچ حرکت می کردن و اما قلب و روحم پیش ننه و عمه موند. اینکه چجوری بعد از این همه سال از خانواده و طایفم دل بکنم از جون کندنم سخت‌تر بود. بغض سنگینی تو گلوم بود که کنترلش بی نهایت سخت بود. اخم در همی کشیدم تا یک کم به خودم مسلط بشم. محمود سرعتشو کم کرد و به طرفم اومد و گفت چی شده گلپری؟ چرا پکری اینقدر؟ از وقتی که حرکت کردیم یه سر تو فکری. از توجهش کیف کردم و گفتم چیزی نیست. دلتنگ ننه و خواهرم شدم. محمود نامحسوس دستم و فشرد و در گوشم گفت نگران نباش خانومم، خودم نوکرتم. لبخندی زدم و گفتم خدا حفظت کنه. عذرا از روی خری که سوار بود فریاد زد اگه دل و قلوه دادنتون تموم شد بیاین دیگه. نگاهی به محمود که سرخ شده بود انداختم و سرعتم رو بیشتر کردم و افسار شتر رو در دست گرفتم. بالاخره نزدیک غروب به ایل جدید رسیدیم. آمنه و هاجر منتظرمون بودن و ازمون خواستن وسایل رو باز نکنیم و یه امشب رو پیش اونها بگذرونیم تا فردا تو روشنایی یه جای خوب و از ایل واسه علم کردن چادر انتخاب کنیم. اونقدر خسته بودیم که بدون تعارف قبول کردیم و به خونه هاجر و شوهرش رفتیم. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودی. ازت میخوام که توی نظرسنجی این داستان حتما شرکت کنی.